دخترم و جان قار نکن ناز نکن تو خیلی مایم پسرم و جان قار نکن ناز نکن تو خیلی مایم ظلم و ستمی که کرده ای باز نکن تو خیلی مایم ظلم و ستمی که کرده ای باز نکن تو خیلی مایم بمالم راه خود با خاک تیر دخترم دلت مثل دل مادر بگیر دخترم مناجات میکنم پیش خدا جان دخترم که هر جا یار بی وفاست بمیره دخترم دخترم و جان خار نکن ناز نکن تر خیلی مایم زخم جگری که زده ای باز نکن تر خیلی مایم ظلم و ستمی که کرده ای باز نکن تر خیلی مایم سلام دوستای عزیز، سارا هستم. بسیار شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و خوب صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنم به اینکه شما این ویدیو رو به دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش آهنگ بسیار زیبای افغانی ما است که متنش است پسرم و جان قار نکن ناز نکن که به فرمایش یکی از دوستای ما این ویدیو آماده میشه. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل یا امون نوتای راگ بهروی جور شده است، ولی در این آهنگ یک نوت از اسکیل برآمده، یعنی اردوی ری استفاده شده. دوستای عزیز ما میریم ایره از اف میخوانیم. خب اگر ما از اف بخوانیم فریجین اسکیل یا اسکیل نوتای راگ بهروی چی رقم شکل داره؟ ساری گما پا دانی سا سانی دا پا ما گره سا پسرم و جان قار نکو ناز نکو تر خیلی مایم ظلم و ستمی که کرده ای باز نکو تر خیلی مایم. دوستای عزیز شعرش قسمی است که پسرم و جان قار نکو ناز نکو تر خیلی مایم. خیلی مایم یعنی که زیاد تر دوست دارم، تر زیاد میخوایم. و این آهنگ است که از شهر هرات ما می باشه و این به زبان محلی امو شهر هرات جور شده. فکر میکنم دوستای عزیز اگر ما غلط میکنم لطفا شما با کامنت ها یعنی غلطی مری بگیرین و بگوین که چی معنا داره. این آهنگ میشه که بگوین پسرم و جان قار نکن ناز نکن یا دخترم و جان قار نکن ناز نکن. مثلا خاطر است در شروع ویدیو در آهنگی که من خوانده بودم در قسمتش پسر گفتیم یا قسمتش دختر، بازیک ما میخوایم که بگویم که ایره هر کس میتونه بخونه، هم خانم‌ها میتونن بخونن و هم مردها میتونن بخونن. آهنگ بسیار زیباست دوستای عزیز. کوشش میکنیم که به مو رقمی که هست تقریبا مو رقم ما ایره بخونیم. دوستای عزیز آهنگ از اینمی اف ماینر کود شروع میشه و شما میتونین که شروعش انورژن بگیرین. اینی فرست انورژن یعنی پس اینجا به اینجا پسرم و جان پسرم و جان پسرگه، یا از اینجا میتونین بخونین پسرم و جان قار نکو ناز نکو تر خیلی مایم. یعنی ما بعضی قسمتاش از اینجا خواندیم، بعضی قسمتاش از اینجا خواندیم برای اینکه زیبا شود دوستای عزیز. پسرم و جان قار
اینجا شما ببینین که ریش شد استفاده شده. پسرم و جان قار نکو ناز نکو تر خیلی مایم. باز قسمت دومش از اینجا ما گرفتیم. ظلم و ستمی که کرده ای باز نکو تر خیلی مایم. اینه میاستایش از دوستای عزیز. ملودی که شما میتونین در انترو و یا در انترلودش استفاده کنین قسمی است که ما ایره دو تا قسمت میکنم و کوتاه بر شما هم را یک انگشت نشان میتم. این یک قسمتش بود. قسمت دیگهش این دو تا از این 3 تا انگشت استفاده میکنیم اینطور. انتری آهنگ همچنان از اینمی F ماینر کورد است ولی از رود کورد است. به مالم روی خود با خاک تیر دخترم و دلت مثل دل مادر بگیر دخترم و مناجات میکنم پیش خدا جان دخترم و که هر جا یار بی وفاست بمیره دخترم و به مالم روی خود با خاک تیره دخترم و دلت مثل دل مادر بگیره دخترم و مناجات میکنم پیش خدا جان دخترم و که هر جا یار بی وفاست بمیره دخترم و دخترم و جان قار نکو ناز نکو تر خیلی مایم. ریتمی که دی استفاده شده 6-8 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. میره در دادره مست تمرین میکنیم. ما تمپویش زیاد تیز نمیگیرم برای که ویدیو آموزشی است و اگر من بسیار تیزی رو بنوازم باز شما چه زیاد نمیگیرین. تمپویش من دم میمانم دوستای عزیز. میریم و تمرین میکنیم. پسرم و جان قار نکو ناز نکو تر خیلی مایم. ظلم و ستمی که کرده ای باز نکو تر خیلی مایم. دخترم و جان قار نکو ناز نکو تر خیلی مایم. ظلم و ستمی که کرده ای باز نکو تر خیلی مایم. مالم روی خود با خاک تیر دخترم و دلت مثل دل
مادر بگیره دخترم به مالم روی خود با خاک تیره دخترم دلت مثل دل مادر بگیره دخترم مناجات میکنم پیش خدا جان دخترم که هر جای آره بی وفاست بمیره دخترم دخترم و جان قار نکو ناز نکو تر خیل مایم ظلم و ستمی که کرده ای